اگه خودمون رو تنها کردیم چون یه زمانی معرفت رابطه نداشتیم، کارواش هم پس دادیم، خودمون بد بودیم، همه آدمای بد میادن تو. ولی الان که استرس دیگه سرمون میشه باید خیلی مراقب باشیم. ببینم آقا جون، کسی که میخواد بیاد تو زندگی من شاید معرفتشو نداره، میشینم تو زندگیم تنها، 1 سال خورده‌ای شده داشت، تا سن 36 سالگی منی که همه کار کردم خیلی عمومه، بالای 1 سال از سکسم میشتم، درشو بستم گره زدم، گفتم آقا نمیشه. وقتی معرفتشو ندارم، مرامشو ندارم، وقتی میخوام برم تو رابطه دل بشکنم دلم بشکنه، وقتی میخوام برم دروغ بگم دروغ بشنوم، وقتی به فکر ازدواج نیستم و به فکر اینم یه هفته 2 هفته یه موقعی اشغال کنم، چه کاری آخه؟ تنهایی وجود خریدم. خیلی هم تو ذهنم، نیازهام، جسمم خیلی جا سر به سرم میذاره، ولی به ناموسم بایستادم جلوش خار مادرش هم میگم میخواد زیاد تکون بخوره، میخواد زیاد بر بره، با ناموسم میبرمش میندازمش دور. این حرفا نیست، این حرفا نیست. در تاریکی تو این دنیا دیگه نباید باز بشه. تو طریقت الله این حرفا نیست، طریقت الله این حرفا نیست. هر چیزی معرفت میخواد، دل میخواد، آقا دل باید داشته باشی. ما گوامونو خوردیم، بابانشون هم پس. الان دیگه وقتی با عقل داری زندگی میکنی، عقل این حرفا رو بر نمیداره. عقل ما دیگه نمیگه آقا جون برو با دختر دوست بشو سکس بکن. عقل ما اینو نمیگه که آقا جون برو توی رابطه لذت ببر. چیزا رو دیگه وجود من، روح من نمیپذیره. 1 سال خودمو تنها کردم، باشه نیاز جسم فدای تار موت که نمیپذیره، احساسات خرابش میکنم، احساسات میکوبم از اول، همه رو میسازم بی